سلام، طاهری سفر هستم. با اخبار امروز سه‌شنبه 19 اپریل همراهی شما. در نتیجه حمله جنگجویان طالب به شهر کابل پایتخت افغانستان دستی کم 20 نفر کشته شدند و 300 تن دیگر جراحت برداشتند. طبیبان میگویند ممکن است تعداد کشته شدگان زیاد شود چون وضع بعضی از مجروحان وزنین است. 19 نفر مجروحین بود که وضع صحی یکیش وخیم‌تر بود. بسیاری مریضای ما سر پا تداوی شده و تعداد 10 مریض مجروح داخل بستر شده. خدمات ما به اصلی وقت بود. تیم دکترای ما حاضر بود. حمله و بمبگذاری صبح روز 19 اپریل در نزدیک قرارگاه ریاست امنیت ملی افغانستان به وقوع پیوست. بعدی ترکش ماشین بمبگذاری شده جنگجویان طالب به قرارگاه این اداره امنیتی حمله کردند و در نتیجه ماموران امنیتی و هم مردم ملکی تلف یافتند. دستگاه ریاست جمهوری افغانستان عملی تروریستی را به شدت محکوم کرد. طالبان که هفته پیش گفتند هجوم و بمبگذاری را در بهار در افغانستان زیادتر می‌کنند، مسئولیت حمله را بر دوش گرفتند. دادگاه در ولایت سوغد 5 ساکن ولایت و از جمله یک امامی مسجد را با گناه برانگیختن کینه و عداوت دینی تا به 8 سال زندان محکوم کرد. در دادگاه ناحیه باباجان غفورов روز 19 اپریل به رادیو آزادی گفتند حمید کریمов امام مسجد جماعت اونجی و 4 همراه او را برای پیروی به جریان افراطی سلفیه که در تاجیکستان ممنوع است از 7 تا 8 سال به زندان محکوم کردند. به گفته مفتشان حمید کریمов ضمن امامتش در مسجد جریان سلفیه را تبلیغ میکرد و 4 ساکن جماعت با دعوت او به این جریان گرویدند. همه آنها را ماه ینور دستگیر کردند. یک دادگاه ناحیوی روسیه ویدیوی ترغیباتی полковники فیرورії тоҷик گلمراد حلیمов را که به صف گروه تندگرای دولت اسلامی پیوست به فهرست مواد نشرشان ممنوع در اینترنت وارد کرد. دادگاه ناحیه اکتبر در شهر ولادیمیر روز 18 اپریل امر داد که مراجعت ویدیویی گلمراد حلیمov فرمانده سابق آمان و یا نیروهای مخصوص وزارت امور داخلی تاجیکستان ترغیب افراطگرایی دینی است و باید در برابر 8 مطلب دیگر در اینترنت در قلمرو روسیه نشر نشود. گلمراد حلیمov ماه اپریل سال گذشته غیب زد و سپس با نشر ویدیو در اینترنت گفت که به صف گروه دولتی اسلامی پیوسته است. سرنوشت او حالا معلوم نیست. دادستانی شهر دوشنبه یکی از کارمندان بلند مقامی دستگاه ریاست جمهوری را رسما به جنایت اقتصادی متهم کرده است. 3 اپریل بعدی بازداشت قدمجان صفی‌زاده با فرمان پرزیدنت تاجیکستان از مقام مدیر مرکز تکنولوژی‌های اطلاعاتی و کمونیکاسیونی دستگاه اجرایی پرزیدنت برکنار شد. روز 19 اپریل یک منبع در دادستانی به رادیو آزادی گفت قدمجان صفی‌زاده را به صاحبکاری غیر قانونی متهم کردند. برای این جنایت در تاجیکستان تقریباً 40,000 سومانی جریمه و یا از 3 تا به 5 سال زندان جزا مقرر شده است. در تاجیکستان کارمندان دولت حق ندارند به صاحبکاری مشغول شوند. نمایندگان یگانه شرکت اجاره دوچرخه در دوشنبه میگویند مشتریانشان سال به سال می‌افزاید با وجود آنکه دوچرخه سواری در پایتخت آسان نیست. شرکت رنت بایک در دوشنبه اولین شرکت است که به ساکنان و مهمانان پایتخت دوچرخه اجاره می‌دهد. خیلی خوب میشد که اگر سازمان‌های بین‌المللی و یا که دولت یک لایحه کنند که مخصوص راه‌ها برای دوچرخه‌ران‌ها سازند. این از جهت اکولوژی و از جهت طرز بردن حیات سالم خیلی خوب میباشد. در پایتخت تاجیکستان که خانه بیشتر از 1 میلیون نفر است فقط یک راه مخصوص 5 کیلومتری برای دوچرخه سواری وجود دارد. از این سبب بسیاری ها از راندن دوچرخه در کوچه های سرماشین شهر میترسند. صحبت کامل را در این باره در وبسایت azadi.org ببینید و اخبار از این هم بیشتر در وبسایت ما در صفحه های آزادی در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن های همراه.